خواهرم، من از پیش خود چیزی نمیگویم. الله تعالی در آیه 33 سوره احزاب میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى واقمنا الصلاة وآتینا الزکاة واطعنا الله ورسوله. و در خانه های خود بمانید و مثل زینت نمایی عصر جاهلیت پیشین زینت ننمایید و نماز برپای دارید و زکات بپردازید و از خداوند و رسولش فرمان ببرید. مگر همین است بندگی شما؟ چرا از الله و رسولش فرمان برداری نمی کنید و خود را در شبکه‌های اجتماعی با نمایش میگذارید؟ حیف شما بر این زنان مسلمان، خودتان را میلی اما ستر حجاب را شرمنده و بی ارزش کرده اید. چرا ما بر گناه اصرار داریم؟ نمیدانم چرا. استغفرالله، خدایا رهنمایی کن تو ما را. چه ها کردیم چه ها، استغفرالله، چه ها کردیم چه ها، استغفرالله. شدیم آغشته با فرهنگ غربی و سنت را رها، استغفرالله. نبارد قطره‌ای باران خدایا سبب اعمال ما، استغفرالله. نداریم با کم خود ما قناعت، طعام ما ربا، استغفرالله. نباشد الفتی با خویش و اقوام، چه شد صلح و صفا، استغفرالله. نبویی از صداقت در سخنها نماد